وقت شما بخیر. به مجمع خبری این ساعت خوش آمدید. عناوین مهمترین ها: مسئولان خواستار جلوگیری از آداب و رسوم بد در جامعه هستند. وزیر امر بالمعروف نهی از المنکر و سمع شکایات بر اجرای فرامین رهبر امارت اسلامی در جلوگیری از آداب منکر تاکید کرد. او هغه رواجونه زموږ ستاسو په وطنونو کې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې اوس قرار لري بالفعل موجود دي. موږ تاسو هغې سره مخامخ یو، موږ ته ګریوان یو. مثلا په زنانو باندې شاقه کارونه کول. کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد باید به نمایندگی افغانستان واگذار شود. تحلیلگران از سازمان ملل متحد می‌خواهند که کرسی افغانستان در این سازمان را به امارت اسلامی واگذار کند. ملګرو ملتونو چوکۍ چې د هغه په هغه چا پورې اړه لري چې هغه په افغانستان کې واک قدرت لري، چونکې په اوسني حالاتو کې طالبان په افغانستان کې واک قدرت لري. یک سرمایه‌گذار چینی علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری در تولید موتر در افغانستان ابراز کرده است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت اعلام کرده است که یک سرمایه‌گذار چینی می‌خواهد 50 میلیون دلار آمریکایی در تولید موتر در افغانستان سرمایه‌گذاری کند. در این ملاقات نماینده شرکت مذکور علاقه‌مندیش را به سرمایه‌گذاری در افغانستان ابراز داشته و گفت آنها پلان دارند تا در مدت 3.5 سال به مقدار 50 میلیون دلار در سکتور تولید موتر در 4 فاز در افغانستان سرمایه‌گذاری نمایند. وقت شما بخیر. 20مین جلسه کابینه بر ریاست الحاج ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان روز گذشته برگزار گردید. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا در خبرنامه نگاشته است در این جلسه در رابطه به شمار از موضوعات مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بحث و فیصله صورت گرفت. در نشست کابینه به هیئت به ریاست حاجی عبدالقاهر رئیس اداره ملی احصای و معلومات وظیفه سپرده تا نشست را پیرامون سرشماری نفوس کشور دایر نماید و تمامی جوانب طرح ترتیب شده در این خصوص مورد ارزیابی قرار گیرد و گزارش نهایی آن را به نشست بعدی کابینه ارائه کند. همچنان به وزارت شهرسازی و مسکن وظیفه سپرده شد تا در امور بخش‌های مربوط به نقشه و ویزه تعمیراتی تصریح به میان آید. نشست پس از بحث تفصیلی و فیصله در مورد تعداد زیاد از موضوعات دیگر به دعا به پایان یافت. تاکید مقامات بر جلوگیری از رواج‌های ناپسند در جامعه. وزیر امر بالمعروف نهی از المنکر و سمع شکایات در دیدار با علما، بزرگان اقوام، اساتید پنتون‌ها و فرهیختگان ولایت نورستان بر تطبیق فرامین زعیم امارت اسلامی و جلوگیری از آداب و رسوم ناپسند در جامعه و نظام اسلامی تاکید کرده است. سرپرست وزیر گفته است که همه مکلفیت دارند از آداب و رسوم بد که در جامعه وجود دارد جلوگیری کنند و باید این کار را انجام دهند. و از علما و بزرگان قومی و جوانان می‌خواهیم که در این زمینه گام‌های سازنده را بردارند. تاکید سرپرست وزارت امر بالمعروف نهی از المنکر یک بار دیگر بر جلوگیری از رسوم و رواج‌های ناپسند در جامعه. شیخ محمد خالد حنفی وزیر امر بالمعروف نهی از المنکر و سمع شکایات به منظور تطبیق فرمان زعیم امارت اسلامی و جلوگیری از رسوم و رواج‌های ناپسند با علمای دین، بزرگان اقوام، اساتید پنتون و فرهیختگان ولایت نورستان دیدار و گفتگو کرده است. سرپرست این وزارت به کارهای سنگینی که در زمینه زنان و برخی مسائل دیگر در جامعه وجود دارد اشاره کرد و خواستار جلوگیری از آن شده است. اوس امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د طرف نه یو څه فرمانونه راغلي چې دا نوي دودونه او د رواجونو په باره کې او هغه رواجونه زموږ ستاسو په وطنونو کې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې اوس قرار لري بالفعل موجود دي. موږ تاسو هغې سره مخامخ یو، موږ ته ګریوان یو. مثلا په زنانو باندې شاقه کارونه کول. دا باید دا تاسو ذمہوار، تاسو مشران یې، علما یې، زموږ سپین ږیري یې، مشران یې، روحانیین یې، چې تاسو شورا جوړ نه کوئ، د نورو نه طمع مه کوئ.
همچنین وزیر وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات میگوید که در جامعه افغانی به زنان حق مهر دادن نمیشد که به گفته وی در این زمینه در قدم نخست علما باید گام بردارند و تاکید میکنند که مهر حق زنان است و نه حق پدرشان. در کنار این وی می افزاید که میراث حق آنان است و ما برای آن متحدیم. او مهر چې ده نو مونږ وایو چې مهر وایي دا د جنۍ حق دی. مونږ تاسو وطن کې څه کوو؟ ولې هغه فلانکي دا دونه په ګران واخیست او حقیقت هم وي. نو داسې اول عمل باید علما وکړي. مهر د جنۍ حق دی، د پلار حق نه دی. میراث د جنکو د خویندو حق دی. فللذکر مثل حظ الانثیین. خویندو ته میراث مونږ نه ورکوو. مهر د هغوی نه په زوره اخلو. 10 لکه 12 لکه 50 غواگانی. وزیر وزارت امر بالمعروف نهی از المنکر میگوید ما در جامعه افغانی از سنت های پیروی میکنیم. به همین دلیل است که این امر کاملا ممنوع است. سرپرست وزیر همچنین به مناسک انجام شده در سفر حج اشاره میکند و میگوید در این زمینه نیز رسم و رواج های ناپسند انجام میشد. بل دا ده چې مړی وشي مونږ رواجونو پسې ګرځو. الته میت ترکه نه دی پریښی، خو پیغورونه شروع شي چې د خیرات ونکړه. په قرضو یتیمانان ته څه نه ورکوه، په قرضو باندې خیراتونه کو. بیا هغه یتیم غریب ګرځي نو هغه دین هم نه ادا کېږي. دا اوس بند، دا مکمل بندیز لګېدلی چې دې ته دې خیال وي. اوس حج ته خو د دې 2 لکه او یو 22,000 روپۍ به لګي، خو چې واپس راځي دوی 15 لکه 6 لکه لګوي. ولې؟ دوی وایي چې موږ حج نه راغلي یو، که زه غویی حلال نه کړم خلک خاندي. 6 لکه بیا واپس په خیراتونو نه صدقه شو نه خیرات شو، خسرت دنیا و آخرت. از سوی دیگر مردم از فرمان رهبر امارت اسلامی مبنی بر جلوگیری از رسم و رواج‌های ناپسند در کشور استقبال میکنند، اما در عین حال خواستار تطبیق آن هستند. فرمان امیرالمومنین که صادر کرده به خاطر والوار یگپا، والوار خو حرام است. فعلا در کتاب، در حدیث، در پیغمبر، در کل چیز حرام است. این جوانای ما، این برادرای ما که به خاطر پول و پیسه کیانه میخوان جای سفر کردن، در مثلا به ایران، به امریکا، به کشورهای خارجی، به خاطر والور که والور پولش حرام است. این مردم کلش آواره و در بدر و بیچاره و در بدر هستند. فرمان امیرالمومنین فرمان خوب است. فرمان داده به خاطر از اینکه در حدیث پیغمبر در این چیز امی والور بخی حرام است. والا بسیار فرمان خوب صادر کرده به مطابق با شرع اسلام است، شریعت اسلام است. ما ازش خوش هستیم، شرطی که تبدیق شود، در مسجدات بیان شود، ملای ما بگوید که مردم در این راستا بیادر کمک شوند. بسیار خوب فرمان است، بیادر کلگی سهولت است، آرامی است. این سخنان در حال مطرح می شود که چند پیش رهبر امارت اسلامی فرمان مبنی بر جلوگیری از رواج‌های نادرست در کشور صادر کرد که با استقبال گسترده روبرو شد. به هدف پیدا کردن ارزش چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد باید به نماینده افغانستان سپرده شود. آگاهان مسائل سیاسی از سازمان ملل متحد می‌خواهند که کرسی افغانستان در این سازمان به نماینده افغانستان سپرده شود. به باور آنان این کرسی باید برای کسان سپرده شود که بر خاک افغانستان حاکمیت کامل دارد که اکنون بر همه جغرافی امارت اسلامی حاکمیت دارد و در همین حال آنان تاکید کردند که بعد از سپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به نماینده افغانستان برخی زیاد از مشکلات افغانستان حل خواهد شد و جلوی تبلیغات منفی نیز پیشگیری خواهد کرد. خواستها برای سپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به نماینده امارت اسلامی افزایش پیدا کرده است. برخی دیگر معتقدند که کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد در حال حاضر اهمیت معنوی ندارد و تاکید دارند که به امارت اسلامی واگذار شود. سید اکبر آقا، عضو پیشین امارت اسلامی، خواستار واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به امارت اسلامی برای رسیدن به معنویت است. او میگوید که این سمت باید به کسی واگذار شود که بر قلمرو افغانستان حاکمیت کامل داشته باشد که به گفته او امارت اسلامی این اختیار را دارد و تاکید میکند که در صورت واگذاری این سمت نه تنها به مشکلات افغانها رسیدگی می شود بلکه
از تبلیغات منفی برخی از کشورها در مورد افغانستان جلوگیری می شود. ملګرو ملتو چوکۍ چې د هغه په هغه چا پورې اړه لري چې هغه په افغانستان کې واک قدرت لري. چونکې په اوسني حالاتو کې طالبان په افغانستان کې واک قدرت لري، باید چوکۍ د طالبانو ته په دې نسبت وسپارل شي چې دا خپله د چوکۍ چې د افغانستان نمایندګي هلته کوي، نمایندګي دی د هغه چا کولی شي چې هغه په افغانستان کې قدرتمن وي، واکمن وي. نو زه فکر کوم چې دا یو په اوسني حالاتو کې سوري چوکۍ د معنویت نه لري. ښه خبره به دا وي چې دا چوکۍ معنویت ولري. شهروندان کابل میگویند در حالی که امارت اسلامی همه شرایط بر رسمیت شناسی را تکمیل کرده است، نیاز است که جهان امارت اسلامی را بر رسمیت بشناسد. آنان میگویند اگر کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به نماینده امارت اسلامی سپرده شود، صدای افغانها به شکل واقعی شنیده خواهد شد. نړیوال له همدا غوښتنه ده چې بس نه ته 15 کاله وته باید سیاسي په رسمیت باندې وپیژني او ارسم صحیح دي ان شاء الله ډېر منظم دي. نړیوال همدا غوښتنه ده چې وروره د افغانستان حق ده باید ورکړل شي. کومه چوکۍ چې هلته په سازمان کې د افغانستان چارواکو لپاره مشخص شوې ده، نو باید دا هغې ته وسپاري تر څو دغه کوم مشکلات چې دي په دغه سازمان کې باید بیان شي او خپل حق باید خپل افغانانو ته وسپاري. په دغه سازمان کې چې کوم د افغانستان مشکلات دي، نو که په دغه سازمان کې هغه کومه چوکۍ چې د افغانانو چارواکو لپاره ځانګړې شوې ده، نو که چیرته په سمه توګه هغې ته وسپارل شي، نو کولی شي چې اسلامي امارت دغه چارواکي خپل مشکلات په سازمان کې شریک کړي او دغه ستونزې حل شي. علاوه بر این تحلیلگران میگویند که پس از 4 سال هنوز حکومت امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشده است. آنها می‌افزایند که اگر کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به امارت اسلامی داده شود، روابط مستقیم میان افغانستان و جامعه جهانی و همچنان کشورهای جهان برقرار خواهد شد. مکمل تسلط ولري په اراضي باندې او همداسې پلازمینه پلاس کې او قوانین پکې پلي کېږي، نو دغه شرطونه دي چې د رسمیت پیژندنې دپاره اړین دي چې هغه پوره شوي دي. 4 کاله کېږي چې په هېواد کې اسلامي امارت قایم دی، نو پکار دا دی چې مخکې دا د رسمیت پیژندنې اقدام شوی وی. که چیرې دا چوکۍ ور وسپارلی شي، نو په صورت کې به د نړیوالې ټولنې او د اسلامي امارت ترمنځ به په مستقیم ډول سره به اړیکې جوړې شي. نو دا کولی شي چې ورو ورو بالاخره تفاهمات زیات شي د دواړو لخوا. باورها بر این است که اگر کرسی فعلی افغانستان در سازمان ملل متحد به امارت اسلامی داده شود، نگرانی کشورها در مورد افغانستان پایان یافته و فصل جدید در روابط افغانستان با جامعه جهانی گشوده خواهد شد. آمادگی یک شرکت موتر به سرمایه‌گذاری در بخش تولید موتر در افغانستان. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت میگوید یک سرمایه‌گذاری چینی می‌خواهد در افغانستان در بخش تولید موتر به ارزش $50 میلیون آمریکایی سرمایه‌گذاری کنند. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افزوده است که مولوی احمدالله زاهد معین وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی با نمایندگان شرکت چینی دیدار کرده است. آنان پلان دارد که در 3.5 سال به مقدار $50 میلیون در سکتور تولید موتر در 4 فاز در افغانستان سرمایه گذاری کنند. آگاهان مسائل اقتصادی این سرمایه گذاری برای پیشرفت افغانستان مهم می دانند و می گویند که برای مردم زمینه های کاری فراهم خواهد گردید. یک سرمایه‌گذار چینی می‌خواهد در بخش سکتور تولید موتر در افغانستان سرمایه‌گذاری کند. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت خبر داده است که یک سرمایه‌گذار چینی می‌خواهد در افغانستان در بخش تولید موتر به ارزش $50 میلیون آمریکایی سرمایه‌گذاری نماید. در این خصوص سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که مولوی احمدالله زاهد معین وزارت صنعت و تجارت با نمایندگان شرکت موترسازی دونگفنگ ادی موتورز دیدار و ملاقات نموده است. او افزوده است در این دیدار نماینده شرکت دونگفنگ ادی موتورز علاقمندیش را به سرمایه گذاری در افغانستان ابراز کرده است و گفته است که آنها پلان دارند تا در مدت 3.5 سال به مقدار $50 میلیون آمریکایی در سکتور تولید موتر در 4 فاز در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. در این موترهای تیز رفتار، موترهای باربیو، امبولانس ها شاملند. محترم مولوی احمدالله زاهد معین وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی افغانستان
با نماینده شرکت موترسازی دونگفنگ دیدار و ملاقات نمود. در این ملاقات نماینده شرکت مذکور علاقمندیش را به سرمایه‌گذاری در افغانستان ابراز داشته و گفت آنها پلان دارند تا در مدت 3.5 سال به مقدار 50 میلیون دلار در سکتور تولید موتر در 4 فاز در افغانستان سرمایه‌گذاری نمایند. و همچنین اضافه کرد که با این سرمایه‌گذاری ظرفیت تولید 2000 موتر را در سال دارا می‌باشد. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که امارت اسلامی افغانستان از این طرح استقبال کرده است که وزارت صنعت و تجارت افغانستان برای پیشبرد امور این طرح تسهیلات لازم فراهم خواهد کرد و ای گفته است با این سرمایه گذاری برای هزاران شهروند کشور زمینه کاری فراهم خواهد گردید. محترم مولوی احمدالله زاهد معین امور صنعت و تجارت این وزارت با استقبال سرمایه‌گذاری این شرکت در کشور افغانستان را یکی از مکانهای امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاری با سود مناسب عنوان نمود. آقای مولوی زاهد به نماینده شرکت موترسازی دونگفنگ اطمینان داد که با تمام سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برخورد همسان می‌شود و از آنها حمایت کامل صورت می‌گیرد. نماینده شرکت موترسازی تأکید کرد که با مقدار سرمایه‌گذاری متذکره برای 500 الی 700 تن در افغانستان زمینه کار مساعد میشد و همچنین این شرکت در نظر دارد موترهای تیزرفتار باربری امبولانس و بس را در افغانستان تولید و حتی به صورت قسطوار در اختیار مشتریان افغان قرار دهد. آگاهان مسائل اقتصادی این سرمایه گذاری در پیشبرد اقتصاد و ریشه‌کن کردن مشکلات اقتصادی مهم می‌خوانند و تاکید می‌کنند هرگاه تولید موتر در افغانستان افزایش پیدا کند اقتصاد افغانستان به سوی مثبت سوق داده می‌شود که در حفظ محیط زیست نیز گام مهم است. صورتی که ما بتونیم در داخل کشور تولید موتر داشته باشیم بدون شک هم میتونیم زمینی کار ایجاد بکنیم و هم از لحاظ اقتصادی میتونه خیلی به صرفه به مردم افغانستان باشه و همچنان میتونه که محیط زیست سالم را به بار بیاره، چون موترهای فرسوده و کنی و دستدویی که به افغانستان وارد میشه متاسفانه اینا 70% آلودگی آب و هوا رو تشکیل میده. در صورتی که افغانستان خود تولید موتر داشته باشه از یک طرف اقتصاد مردم بلند میره، از طرف دیگه اشتغال زایی به میان میاد و از طرف هم ما میتونیم یک محیط زیست سالم داشته باشیم. آگاهان مسائل اقتصادی میگویند با این نوع سرمایه گذاری چرخش اقتصادی به میان میآید و فرصت های کاری بیشتر برای مردم ایجاد میگردد. په افغانستان کې د معدن او استخراج یا د معدن او خام مواد چې ډېری داسې معدن موږ لرو چې د هغې مواد په موټرو جوړولو فابریکو کې استعمالیږي، نو دا ډیره بهتره خبره ده چې د موټرو د تولید فابریکې دننه په افغانستان کې جوړې شي، هم د افغانستان د معدنو د خام موادو څخه استفاده وشي او هم به د افغانستان د خلکو لپاره د کار زمینه مساعده شي. دا خو ډیر ښه ده. مطلب مردم عام نیز سرمایه گذاری در افغانستان برای از بین بردن فقر و بیکاری مهم می‌خوانند و میگویند این نوع سرمایه گذاری ها برای مردم زمینه کاری فراهم می‌کند. دا خو ډیر ښه ده. مطلب د پانګونه چې کوي دا په اقتصاد کې مطلب په وطن په برخه کې د سر ډیر رسو کوم کولای شي. دا خو ډیر خو په فرصت لري. دا خو دا چې د خور غریب ټول کې مصروف شي. خلک بخي اقتصاد خراب ده. خدای یو مټر څو ګوره 15000 شپږ ډالر کې خلک واس نه وترسینه کړی واس وترسینه خو واس وترسینه دا بخي خو د چراشي. این در حال است که قبل از این سرمایه گذاران خارجی به دلایل مختلف نمیخواستند در افغانستان سرمایه گذاری کنند، اما بعد از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان برخی زیاده از سرمایه گذاران در افغانستان به صدها میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری کرده است. مسئولین وزارت دفاع ملی کشور در مراسم فراغت 350 جوان که تازه از ولایت‌های تخار، بغلان، پنجشیر جذب شده اند بعد از فراگیری آموزش‌های نظامی مشترک در مرکز قماندانی حضرت عبدالله بن مسعود بر اطاعت از اوامر زعیم امارت اسلامی تاکید کرده است. مسئولان همچنین از سربازان خواستند که وحدت و اطاعت را در امور خود رعایت کنند و افزوده اند که باید در هر شرایط آماده دفاع از نظام اسلامی باشند. مسئولان گفتند که در حال حاضر مبارزه دیگری در پیشروی جهاد سنگر داریم که باید سریعاً در برابر آن اقدام کنیم. اینجا عهد دفاع از اسلام و میهن و مردم گرفته می شود. این جوانان با لباس نظامی با غرور افغانی به صف پیوستند.
مسئولین وزارت دفاع ملی کشور در مراسم فراغت 350 جوان که تازه از ولایت‌های تخار، بغلان و پنجشیر جذب شده بودند بعد از فراگیری آموزش‌های نظامی مشترک در مرکز قماندانی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بر اطاعت از اوامر رهبران تاکید کرده است. تعال می فرمایا ان تنصروا الله ینصرکم، اگر شما نصرت کردین به دین خداوند متعال، خدمت کردین، خداوند متعال به شما معاونت میکنه و نصرت شما را میکنه. باید چیزی که لازم است بر ما شما ایمان خود را نگاه کردن، شب و روز با خدا باشیم و رضای خداوند متعال را کسب کنیم و حاصل کنیم و به مسلمان ما شما این 5 امور را مراعات کنیم، زندگی ما در دنیا کامیاب و کامران و سرفراز می باشیم. قماندان عمومی جلب و جذب نیز طی سخنان در این مراسم از سربازان تازه فارغ التحصیل خواست به وحدت و اطاعت بیشتر توجه کند. په دې اسلامي نظام کې چې تاسې اوسېږئ د موږ د تاسې د ټولو اوسېدل باید په څه شي کې په اطاعت کې وي او په وفاداري کې وي او داسې وفا وکړو د اسلامي نظام چې که تکلیف راتون باید موږ دفاع کوو، که راحت راتون باید موږ دفاع کوو، که په دغو معسکراتو په دغو بنګلو او په دغو جایو د طالب کې اوسېږو هم دفاع یې کوو. مسئولین وزارت دفاع ملی کشور گفته است که یک بخش از جهاد را به موفقیت سپری کردیم. اکنون مسئولیت یک جهاد دیگر بر دوش داریم که به گفته آنها این مسئولیت حفاظت از نظام اسلامی است. آنان در کشورهای خارجی از جوانان خواستند که به کشور برگردند و در صفوف نیروهای امنیتی بپیوندند. آیا جهاد مسئولیت از گردن امت اسلامی ساقط شد؟ نخیر. ما یک مرحله جهاد را سپری نمودیم، در مرحله جدید جهاد مقدس ما قرار داریم. او عبارت، او مسئولیت ما، او جهاد ما حفاظت یک نظام اسلامی است. اقامه به دست آوردن یک نظام اسلامی البته آسانتر است از حفاظت یک نظام اسلامی. حفاظت نظام اسلامی به همین نیاز داره که جوانای امت اسلامی اولا ایمان عقیده کامل داشته باشه، با عزم راسخ، با توکل بر رب ذوالجلال، بدون نظر داشتن موقف، قدرت، چوکی، مال، معاش، دنیا، خاص برای رضای رب العالمین جوانای امت اسلامی کمر همت را در میدان جهاد ببندند. مقامات گفتند در نظام امارت اسلامی هیچ گونه قوم پرستی و تعصب وجود ندارد. همه افغانها برادر هستند. آنان تاکید میکنند که در صفوف نیروهای امنیتی افسران باید به بخش‌های گوناگون تقسیم گردند. په امارت کې قومیت او تعصب او وطن پرستی نشته. ټول افغانان دي د خپل وطن او د خاورې او د اسلامي نظام او د قرآن نظام مدافعین دي. نور ځوانان ودي دغه ته ترغیب کوي، دعوت ورکوي چې هغه په دې سب زمون کې داخل سي او د خپل دین او د وطن او د ناموس محافظین وګرځي. این در حالی است که با آمدن امارت اسلامی در افغانستان در صفوف نظامی نسبت به گذشته تنظیم در بخش مسلکی بودن توجه شده است. امور یک شهرک برای مهاجرین در ولایت پکتیا به تمویل مالی زنان قطری آغاز شده است. این شهرک در 2000 جریب زمین برای 100 خانواده ایجاد خواهد شد. معاون اداری ریاست الوزرای امارت اسلامی در مراسم گفته است که همه کابینه تحت رهبری امارت اسلامی در تلاش است تا علاوه بر ساخت مسکن، امکانات آموزشی، صحی، کار و سایر امکانات ضروری زندگی را برای مهاجرین فراهم کنند. آقای حنفی افزوده که در میان مهاجرین عودت کنندگان که واجد شرایط هستند و تشخیص و تثبیت شدند برای هر فرد یک جریب زمین داده خواهد شد.
در مورد تطبیق فرمان زعیم امارت اسلامی نشست برگزار شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ خبر داده است که نشست به رهبری معین امور گردشگری مالی و اداری این وزارت به هدف تطبیق فرمان زعیم امارت اسلامی برگزار شده است. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ خبر داده است که مولوی قدرت الله جمال معین این وزارت به اشتراک کنندگان نشست گفته است که بر اساس حکم زعیم امارت اسلامی همه کارکنان اماراتی مکلف هستند که در ادارات به هدف تنظیم کارها و ارائه خدمات سریع و معیاری نشست‌های متداوم را برگزار نماید. در همین حال رئیس دعوت و ارشاد وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است کارکنان اماراتی باید فرامین زعیم امارت اسلامی تطبیق نماید. خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ خبر داده است که به هدف تطبیق فرامین زعیم امارت اسلامی نشست به رهبری معین گردشگری مالی و اداری برگزار شده است. سخنگوی این وزارت در نوار تصویری گفته است امروز بر اساس حکم رهبر امارت اسلامی در خصوص بند 2 ماده 4 وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر سمع شکایات که مربوط به نشست‌های دوامدار با کارکنان اداری است، از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ بر ریاست مولوی قدرت الله جمال معین گردشگری مالی و اداری با حضور رؤسای مرکزی و آمرین برگزار شد. د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی مالی او اداري چارو د معین ښاغلی مولوي صاحب قدرت الله جمال په مشرۍ باندې د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د هغه فرمان په اړه کوم چې د امر المعروف وزارت د سروري مادي د دویم بند کې راغلی د دې په اړه چې د اداري کارکونکو سره دوامدارې ناستې وسي او دغه کارکونکي د چارو سمون ته او په چارو کې تعهد ته راوبل سي، خو همدارنګه خپل صورت او سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق برابر کړي. په دغه موضوع کې ناسته وسوه. په دغه ناسته کې د ګرځندوی مالی او اداري چارو ښاغلی معین صاحب یاد کړه چې د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس د ټولو اماراتي ادارو کارکونکو مکلف دي چې په اداراتو کې له خپلو کارکونکو سره د کارونو د ښه تنظیم او ولسته د ښه خدماتو وړاندې کولو په موخه دوامدارې ناستې وکړي. سخنگوی این وزارت گفته است که مولوی قدرت الله جمال معین گردشگری مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ به اشتراک کنندگان در کنار خوش آمد گفت که همه کارکنان اماراتی مکلف هستند که در ادارات با کارکنان خود به هدف تنظیم امور و ارائه خدمات معیاری برای شهروندان نشست هماهنگی دوامدار را برگزار نماید. او گفته است که کارکنان اماراتی نماینده زعیم امارت اسلامی می باشد که مانند زعیم امارت اسلامی بر همه کارکنان ما تحت شفقت کرده است. کارکنان نیز مکلف هستند با مردم از نرمی و شفقت استفاده نمایند. از نظام اسلامی نمایندگی خوب داشته باشد. مسئولین باید به نام‌های نیک یاد شود. کارکنان به روحیه سالم تربیت شود. مشوره های مفید شریک سازد. همدارنګه زیاته کړ چې اداري کارکونکي د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله استازي دي په اداراتو کې، لکه څنګه چې امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په ماتحت کارکونکو باندې شفقت کوي، باید په دې وزارت کې هم شته مسؤلین له ولس سره له خپل ماتحت کارکونکو سره له شفقت نه کار واخلي، د نظام ښه استازولي وکړي او څو مسؤلین باید په ښو نومونو یاد سي او تر لاس لاندې کارکونکي باید په مسئولان میگویند که در این دیدار مولوی عبدالسلام آقا رئیس اداره دعوت و ارشاد وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است همه کارمندان نظام باید احکام رهبر امارت اسلامی را تطبیق کنند. فداکاری های زیاده برای نظام فعلی داده شده است. فداکاری شهدا و مجاهدان باید مورد احترام باشد. در ولایت پنجشیر برای گردشگران تسهیلات لازم فراهم شده است. حافظ محمد آقا حکیم ولی پنجشیر میگوید اکنون در این ولایت برای گردشگران داخلی و خارجی تسهیلات فراهم شده است. ولی در ادامه سخنرانی گفته است که در روزها و شبهای عید به هزاران گردشگر از مناطق مختلف ولایت پنجشیر دیدن کرده است. گردشگران در ولایت پنجشیر از تأمین امنیت ابراز خرسندی میکنند و میگویند که در اینجا برای سیاحین تسهیلات فراهم گردیده است. این ولایت پنجشیر است، ولایتی که در حال حاضر با مناظر دلچسب و جذاب گردشگران داخلی و خارجی را به خود جذب میکند.
در این خصوص ولی پنشیر میگوید که اکنون در این ولایت برای گردشگران خارجی و داخلی تسهیلات فراهم شده است. حافظ محمد آقا حکیم ولی پنشیر میگوید در حال حاضر امکانات زیاد در این ولایت برای گردشگران داخلی و خارجی ایجاد شده است. ولی در جریان سخنان خود گفت که در روزها و شبهای عید سال روان هزاران گردشگر داخلی و خارجی از ولایت پنشیر دیدن کردند و فضای بسیار مناسبی به خاطر گردشگران و به خاطر سیاحین داخلی و خارجی در ولایت پنشیر مساعد است و الحمدلله که در عید گذشته ما بازارها سیاحین داشتیم که در اینجا شبها بودن و در نقاط بسیار دوررس اونها رفتن و اونها در اونجا شب و روز تیر کردن و روز به روز فضا مساعدتر میشه و انشالله که ما آمادگی پوره داریم و هر تبع کشور ما یا کدام سیاح خارجی که بخواهد که به ولایت پنشیر بیاد انشاءالله 100% وضعیت امنیت اطمینانی است و فضای بسیار زیبای وجود داره که اونها بیاین در پنشیر. در همین حال گردشگرانی که به ولایت پنشیر رفتند از امنیت اکنونی ابراز خرسندی میکنند و میگویند که اکنون در این ولایت امنیت تأمین شده است. گردشگران میگویند این ولایت پنشیر جاذبه‌های سیاحتی دارند. هیچ گونه مشکلاتی نیست بر مردم، بسیار امنیت است و کسایی که میاین هم هیچ مشکلی نیست، میتونن هر وقتی بخوای میتونن بیاین، بسیار امنیت خوب است، مشکلاتی نیستن. از اول سفر تا عمل خیلی زیاد خوب گذشت دیگه. واقعا یک جای دیدنی و لذت بخش، واقعا مردمی خوب، یک جای طبیعت بسیار زیبا دیگه، واقعا یک جای عالی بود. آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پنشیر میگوید پنشیر نسبت به سایر ولایت به مرکز نزدیکتر است، به این معنی که گردشگران داخلی و خارجی از ولایت پنشیر بازدید میکنند. دیگه پنشیر نزدیک است برای پایتخت، البته به یک فاصله در حدود 120 یا بیشتر 120 کیلومتر فاصله که ما با پایتخت داریم. نسبت به همه تفریحگاه‌های افغانستان پنشیر نزدیکترین ساحه است که به پایتخت نزدیک است. ما گردشگرای ما، مهمانای ما اکثرا به ولسوالی پریان سفر میکنن، به ولسوالی دره سفر میکنن، به ولسوالی شتل سایت توریستی بسیار خوب ما در ولسوالی شتل داریم مانند دره های آرزو و مرغی، اونجا سفر میکنن، اونجا تالاب ها حوضه ها هم است. این در حالی است که با روی کار آمدن امارت اسلامی افزون بر پنشیر در ولایت مختلف کشور امکانات زیاد برای گردشگران داخلی و خارجی ایجاد شده است و در سالهای پسین افغانستان تعداد زیاد از گردشگران خارجی را به خود جذب کرده است. مولا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی با ژابشنگ سفیر کشور چین مقیم کابل در دفتر کارش دیدار نمود. دفتر رسانه‌های وزارت انرژی و آب در خبرنامه نگاشته است در این دیدار هر دو جانب پیرامون توسعه و تداوم همکاری‌ها در پروژه‌های آب و انرژی به ویژه در مورد پروژه بند برق باغدری ولایت کاپیسا، پروژه 20 مگاوات برق سولری ولایت بامیان و تطبیق پروژه‌های برق سولری در دیگر ولایت افغانستان صحبت نمودند. سرپرست وزارت آب و انرژی در این دیدار به سفیر کشور چین از انجام همکاری‌های لازم اطمینان داده و به توسعه و تداوم این همکاری‌ها تاکید ورزید. و با اشاره به نیازمندی‌های شدید مردم ارزگان و پکتیا از سفیر کشور چین خواست تا در تطبیق پروژه‌های برق سولری بر ظرفیت 10 مگاوات و 5 مگاوات در ولایت‌های متذکره نیز همکاری نماید. توزیع زمین در شهرک‌ها بسیاری از مشکلات مهاجرین را حل می‌کند. مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با مولوی مهرالله حماد والی پکتیا دیدار کرد. آقای حماد در مورد امور شهرک ویژه مهاجرین پکتیا معلومات ارائه کرد. او افزوده است که ایجاد شهرک سازی در ولایت پکتیا تکمیل شده است که به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. در همین حال مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان تلاش‌های مسئولین امارت اسلامی را در بخش ایجاد تسهیلات و کمک‌ها با مهاجرین را ستاییده است و افزوده است که توزیع زمین‌ها برای مهاجرین مشکلات آنان را حل خواهد کرد. شیخ مولانا اسلامجار ولی هرات در رأس هیئت از مقامات دولتی و فعالان سکتور خصوصی به هدف گسترش روابط اقتصادی عازم ترکمنستان شد. مفتی محمد یوسف سعیدی سخنگوی مقام ولایت هرات به رسانه‌ها گفته است که در چارچوب این سفر رسمی ولی هرات با مقامات بلندپایه ترکمنستان دیدار و گفتگو خواهد کرد و افزود که محور گفتگوها گسترش همکاری‌های تجارتی، ترانزیتی و پیگیری پروژه‌های زیربنایی مشترک میان افغانستان و ترکمنستان خواهد بود.
وزارت صنعت و تجارت خبر داده است که طی سال 1430 هجری خورشیدی صادرات قالین افغانستان به وزن 3632 تن و حدوداً به ارزش 15.2 میلیون دلار آمریکایی رسیده است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که این صادرات به کشورهای پاکستان، استرالیا، ایران، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان، جرمنی، هلند، آمریکا، هند، کانادا، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و برخی از کشورهای دیگر جهان صادر شده است. محمد یونس راشد معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ با اندری پاول معاون دبیر کل سازمان ملل متحد که معاون صندوق جمعیت ملل متحد نیز است دیدار کرد. آقای سایبتن در این دیدار گفته که در نخستین سفرش به افغانستان می‌خواهد درباره ادامه و گسترش فعالیت‌های UNFPI با مقام‌های امارت اسلامی گفتگو کند. بر اساس خبرنامه این وزارت افزوده است آقای راشد خواستار گسترش پشتیبانی صندوق جمعیت سازمان ملل در بخش آموزش، ارتقای ظرفیت‌های کارکنان حرفه‌ای و خدمات صحی در افغانستان شده تا از بیکاری و رفتن جوانان به مهاجرت‌های غیرقانونی جلوگیری شود. مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه امروز در شفاخانه اطفال اندرگاندی کابل ماشین‌های برانسکوپی و جنراتورهای تولید اکسیژن طبی افتتاح کرد. این پروژه به هزینه حدوداً 1.65 میلیون دلار توسط سازمان جهانی صحت به حمایت مالی اتحادیه اروپا تطبیق خواهد شد. رسانه‌های ایرانی به نقل از سالار قاسمی رئیس اداره تعلیم و تربیه ایران گزارش دادند که تخمین زده می شود حدوداً 80,000 متعلم جدید افغانی در مکتب‌های ایران ثبت نام خواهند کرد. بر اساس گزارش‌ها قاسمی افزوده اداره تعلیم و تربیه حضور 34,000 دانش آموز جدید الورود را ارزیابی کرده است و پیش بینی می شود که در سال تحصیلی جدید 80,000 متعلم افغانی در ایران ثبت نام خواهد شد. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین اعلام کرده که تنها در ماه اپریل بیش از 280,000 مهاجر از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. این سازمان در گزارش گفته است که مهاجران افغان برگشتند اکنون با آینده های تیره روبرو هستند. بر اساس این گزارش بسیاری از این مهاجرین به دست خالی از پاکستان و ایران آمدند. نرخ اسعار $1 آمریکایی 70 افغانی و 20 پول، 1 پوند 93 افغانی و 48 پول، 1 یورو 79 افغانی و 40 پول، 1 درهم امارات 19 افغانی و 11 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 72 پول، 1000 کلدار پاکستانی 240 افغانی، 1000 تومان ایرانی 0.84 پول، 1000 کلدار هندی 831 افغانی. وضعیت آب و هوا. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 27 پایین‌ترین درجه حرارت 11. جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 35 پایین‌ترین درجه حرارت 21. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 37 پایین‌ترین درجه حرارت 19. کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 38 پایین‌ترین درجه حرارت 19. هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 36 پایین‌ترین درجه حرارت 17 و پشاور آفتابی بلندترین درجه حرارت 34 پایین‌ترین درجه حرارت 24. این بود خبرها تا این ساعت. وقت شما بخیر.